امروز یه دونه هولدر هم گوشی هم تبلت براتون آوردم، به شدت با کیفیت، اصلا خیلی بی‌نظیره. خب اول اینو بگم که رنگ بندی داره، سیلور داره، نقره‌ای داره، خاکستری و نه مشکیه که هر کدوم تیک بخوره، یعنی داخل جعبه هست که اینجا خاکستری. البته این پشت هم می نویسه رنگ کالر که رنگ داخل جعبه چطوریه. خب الان بریم باز کنیم چطوریه این هولدری که اینقدر ازش تعریف میکنم. نگاه اینطور بسته بندی شده با کیفیت که ضربه نبینه، زخمی نشه. یه دونه فیبر داره که داخلش که در بیاد. البته اینو میگن که نمیدونم یه سبز رنگی هم میزنه، ولی خب خاکستری روشن اسمه این رنگش. خب اینجا هم میبینید که دوتا، البته بذار بازش کنم، یه دونه اینطوری باز میشه، یه دونه هم اینطوری. نگاه دوباره ببندمش بازش کنم که ببینید. خب یه دونه اول بالا باز میشه، یه دونه هم از این طرف باز میشه، یعنی تنظیمش دو حالت است. خب این پایینم یه دونه چیز داره، یه دونه چی میگن، یه دونه گردش داره که بتونه از هر طرفی که خواستین تنظیمش کنید. صدایی هم داره، گوش کنید، خیلی باحاله. خب اینو یکم ما بدیم بالاتر، الان مثلا حس کنیم تبلت بخوایم بذاریم، خب اینطوری میشه. خیلی خداییش اصلا محکمیش که بی‌نظیره، اصلا تکون نمیخوره. اینجا هم دوتا، بذار بدم پایین تر، اینجا هم دوتا به قول گفتنی چی میگن، ضربه گیر میشه یا حالا برای سر نخوردن میشه. اینجا هم که حالت هلال داره، نگاه کنید از این طرف. تبلت خیلی راحت، گوشی خیلی راحت میسته. داخل اینجا هم خودش یه دونه دوباره از همین ضربه گیرا هست که حالا زخمی نشه، رنگ تبلت گوشی نره و همین دیگه. من که خیلی باهاش حال کردم. خیلی این اسمش نمیدونم چی شد، یادم رفته اسمش الان، خودتون ببینید. برای 360 درجه هم هست، نگاه کامل. اینا زیرش هم ضربه گیر داره، اینجا 4 تا داره که حالا یا میز زخمی نکنه یا صدا نداشته باشه. اینطوری. قربون شما، بای، خداحافظ.